سلام بچه ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. این ویدیو مال 2-3 روز پیشه که چتریامو کوتاه کردم بعد مدت ها. من قدیمم چتری گذاشته بودم، چتری کوتاه که توی صورتم باشه، ولی خب الان خیلی وقت بود که بلند بود چتریام و خیلی دلم میخواست. عکس و فیلم های قدیمو که دیده بودم واقعا دلم میخواست مومو کوتاه کنم و اینکه حالا تا آخر ویدیو رو ببینید. حتما بهم بگین تو کامنت ها که چتری بلند بیشتر بهم میاد یا کوتاه، بذارم بلند شه یا دوباره کوتاهش کنم. اینم از مادر گرامی که به سختی راضیش کردم چتریامو کوتاه کنه، چون که من هر دفعه موهام یا چتریامو کوتاه کردم پشیمون شدم و آخرین باری هم که موهامو کوتاه کردم دوران کرونا بود که دیگه خیلی کوتاه کردم تا روی شونم، موهامم که خیلی بلند بود تا روی کمرم بود، یه هایی زدم خیلی کوتاهش کردم و بعد اون خیلی پشیمون شدم و دیگه قسم خوردم که هیچ وقت موهامو کوتاه نکنم. ولی خب چتریامو خیلی این وسط ها کوتاه کردم، با چتری اوکی ام. بچه ها متاسفانه اینجا گوشی من شارژش تمام میشه و ویدیو خودش قطع میشه. شما نتیجه رو ببینید، حتما نظراتتون رو به هم بگین، کانالمو سابسکرایب کنید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.